اما یه جمله، حالا یکی میگه آقا بچه شما بود سنیا حروم زاده. حروم زاده با ولد الزنا دو تاست عزیز. ولد الزنا یعنی مادرش به خطا رفت. اما حرام زاده یعنی این. من طبق فقه شیعه عرض میکنم یکی از چیزایی که زن آدم به آدم حروم میشه اینه که آدم تو طواف نسایی که میره مکه تو رکعت نماز طواف نسا را نخونه. طبق حدیث پیغمبر امیرالمومنین من نشون دادم تو رساله. جناب عمر تو میشه من نگاه کردی؟ لعنت الله رو یادت نره؟ خدا بیامرزه با من میگفت هر کی اسم اینا رو بشنوه و لعن نفرسته الهی نمه که علی که میخوره حرومش بشه. این عمر حرومزاده او دیگه هم حرومزاده بود هم ولد الزنا بود. این که میدونید که من سندش هم دارم چون باباش خطاب اومد با یکی از کنیزا زنا کرد بچه دار شد دختر بزرگ شد با همون دختر خودش اونم در حال هی زنا کرد عمر به وجود شد. من سندش هم دارم شد. آقا دیروز نامه برای من نوشته از اول تا آخر فحش و توهین که چرا به سنی‌ها فحش میدی. جواب اون نامه اینه برو یا به شیر مادرت نگاه کن یا به لقمه‌ای که بهت دادن. برو تحقیق بکن درباره خودت ببین با چی درست شدی که اینجوری حرف میزنی. جواب اون نامه اینه. حالا کارت به جای رسته که به آخوند شیعه فحش ناموس میدی به خاطر سنی؟ به آخوند شیعه روزخون سید الشهدا توهین میکنی برای سنی؟ پس یه سری به مادرت بزن، یه سری به بابات بزن، سری به کسا کارات بزن ببین جای اشکالی چیزی نباشه. اینطوری عمر لعنت الله علیه دید ابوبکر لعنت الله علیه ناراحت شد. گفت جناب ابوبکر چه مرگیتونه؟ شما را در مرض میبینم چه مرضیتونه؟ گفت دارم نقشه میکشم دشمن علی زیاد کنم نمیدونم چه کنم. گفت حرومزاده از من حرومزاده بپرس. گفت خب جناب حرومزاده چه کنیم؟ گفت ها یادت یه روز رسول الله رو منبر فرمود علی جان تو میزان حلال زادگی و حرام زادگی هستی، هر کی تو رو دوست داشته باشه حلال زاده است، هر کی با تو بد باشه حرام زاده است. یادته؟ گفاره گفت پس اینجا داشته باش هر کی حرام زاده شد با علی مشکل داره. درسته؟ گفت بله. که حالا ما چیکار کنیم حرام زاده زیاد میشن؟ گفت نمیدونم. گفت چقدر احمقی، عجب حرام زاده خری. مگه این نمیدونی فقه رسول الله هر کی میره مکه اگه طواف نسا رو انجام نداد و نمازشو نخون زنش بهش حروم میشه؟ پیرمردا درسته یا نه؟ بپرسید دیگه. خب چی کار داره اینجا به علی؟ گفت ها باید نماز طواف نسا رو حروم کنیم که مرید ما نخونن تا زنا برشون حروم بشه به چا بشن حروم زاده با علی بد بشه. امام اگه میگه وحدت 20 سال پیشو میگفتن یک، اولا امام نگفتن دو یکی دیگه بود، امام تایید کردن یک. بنیانگذار وحدت شیعه و سنی امام نبودن. امامو لکه دارش نکنید خیر ببینید. امام نگفتن رهبر انقلاب هم نگفت، یکی دیگه بود که الحمدلله سیری فاطمه زهرا هم خورد و رد کرد. ثانیاً وحدت بین شیعه و سنی یعنی خفقون گرفتن شیعه، یعنی حرف نزدن، یعنی حقایق شیعه رو برای شیعه نگفتن که 4 تا معلم برن سر کلاسه به بچه‌ها و جوانای ما بگن عمر خادم بوده، ایرانی‌ها رو عمر مسلمون کرده، ما حق نداریم به عمر توهین کنیم. یعنی این نه، من تا زندم میگم عمر حرومزاده بوده، تا زندم میگم هر چی سنی حرومزادن، چون اینا نماز طواف نسا رو نمیخونن.
اینا زناشون حرومه بهشون.